خیلی خوش اومدین به برنامه ما آقای خردمند. باعث افتخاره که شما رو تو برنامه‌مون داریم. لطف می‌کنید خودتون رو یه معرفی کنین واسه بینندگان ما و یکم از کسب و کارتون توضیح بدید. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران پشت صحنه که اینجا زحمت میکشند. من محمد خردمندم، بنیانگذار هلدینگ آواکتان که در واقع شامل برندهایی مثل جیموست که در واقع برند پوشاک استرالیایی هم هستش و تقریبا چیز حدود 50 تا شعبه، شاید 50 خورده شعبه تو ایران داره و به اضافه این که اگه اضافه کنم 80,000 متر فضای تجاری داریم تقریبا رو این هولوشه. و برند بانیمود رو داریم. برند بانیمود یک برند آنلاینه، وبسایت آنلاینه که تقریبا میشه گفت تمام برندهای پوشاک اکثرا تو این پلتفرم وجود دارن و خیلی خوب تو این مسیر حرکت کرده. به هر حال برندهایی مثل بالکافه رو داریم، یک برند کافه است که 12 تا شعبه داره، تو شهرهای مختلف ما حضور داریم و همچنین اگه بگم ما یک برند خشکشویی داریم به اسم دیجیواش که یک باز در بستر آنلاینه و خیلی قشنگ داره کارش انجام میده و در کنار این یک کار خیلی قشنگی 2 سال پیش انجام دادیم، یک مجموعه ورزشی به اسم متا جیم که در خیابون فرشته خیلی هم سر و صدا کرد. اون افتتاح و راندازی کردیم، اونم جزء این مجموعه آواکتان هست و همچنین برندهایی مثل دلیش که در واقع کترینگ سازمانی هست. 2 میل یک برند آیتی هست که در واقع خدمات بی تو بی ریتیلی به کسب و کارها میده و در کنارش توی حوزه مارکتینگ، موسیقی و کارهای مختلفی از این جنس مثل برند بیمه‌ای که ما داریم به اسم اینشو که در پلتفرم آنلاین هست. در واقع میشه گفت این کسب و کار تماما زیر مجموعه آواکتان هست که به هر حال با یه تیم قدرتمند و قوی ما داریم انجامش میدیم. بسیار عالی، ممنونم از توضیحاتتون. جناب خردمند، شما با صنعت پوشاک شروع کردین، درسته؟ بله. چرا صنعت پوشاک رو انتخاب کردین؟ والا من اگه گذشته بگم، من خب معلم بودم سال 78. درست. به هر حال مسیر زندگی ما یهو تغییر کرد. در واقع ما یه ریسک بزرگی من خودم انجام دادم تو زندگی که به هر حال اون موقع اگه من برگردم به گذشته، کارمند رسمی دولت بودن یک افتخاری برای یه خانواده بود و خب معمولا خیلی سخت می اومدن این مسیر رو عوض کنن، ولی خب ما تو زندگی این ریسک رو انجام دادم. من این ریسک انجام دادم که از یک کار رسمی دولتی خیال راحت یه ریسک کنم بیام فروشنده پوشاک بشم. من از سال 79 توی فروشگاه فروشنده بودم، از فروشندگی استارت زدم و همین مسیر رو پله پله رفتم تا بالاتر. بسیار عالی. چه چالش‌هایی توی مسیرهای کسب و کارتون بوده، مخصوصاً توی هندل کردن حدوداً این همه برند و اینکه 60 تا شعبه جیموستی که دارید؟ والا چالش که به هر حال تو بیزنس‌ها چالش‌های مختلف هست. به هر حال ما چالش منابع انسانی بزرگترین چالشی هست که تو حوزه کسب و کار مخصوصاً تو ایران وجود داره. ما اومدیم برای این راه حل پیدا کردیم. در واقع اومدیم یک فضای یا یک مجموعه، یک واحد خیلی قوی منابع انسانی ایجاد کردیم که تقریباً میشه گفت چالش‌های ما رو به حداقل رسونده. یعنی من به جرئت میتونم بگم که جزء محدود مجموعه‌ای هستیم که از لحاظ واحد منابع انسانی در وضعیت بسیار خوبی قرار داریم. به هر حال چالش‌های مختلف هست. چالش از جنس تحریم هست، از جنس مارکت هست. انواع اقسام چالش ما داریم که من اگه بخوام خودم رو بگم خب چالشی نبوده که ما ازش عبور نکنیم و همیشه اعتقاد دارم که این چالش هاست که ما رو موفق میکنه. اگه اینا نباشه طبیعتاً ما معمولاً درجا میزنیم. هر کسی که وارد مجموعه‌های جیموست میشه، اولین چیزی که میبینه، یعنی باش برخورد میکنه، کاملا متوجه این میشه که پرسنل کاملا آموزش دیده هستن. از همون ابتدا به این مسئله آموزش پرسنل فکر کردین یا اینکه نه به مرور اتفاق افتاد؟ من قبلش گفتم واحد منابع انسانی جیموست داره یا مجموعه آواکتان داره که شاید از دید من اسمشو دارم میذارم واحد، ولی یه شرکت بزرگیه
که در کنارش یه فضای آموزشی داره. ما یه دانشگاهی تو دل مجموعه آواکتان داریم. منابع انسانی اگه از کسی بپرسی فکر میکنن جذب نیرویه. یکی از کوچکترین قسمت‌های منابع انسانی جذب نیرویه. درسته. و ما نیروها رو جذب میکنیم و شروع میکنیم به آموزش دادن و پرورش دادن این نیروها. و این دانشگاه آواکتان رو باید بیاین از نزدیک ببینیم. واجب شد حتما بچه‌ها بریم یه ویدیو هم اونجا بگیریم. چگونه اطمینان حاصل میکنید که کارکنانتون حالا چه توی جینوست چه توی برندهای دیگه انگیزه و روحیه‌شون واسه کار حفظ کردن؟ خب نگاه کنید، زمانی که شما یه تیکه از خیلی مهمه، شاید خیلی ها اینو فراموش کردن. اول از هر چیز 12 تا آیتم وجود داره که یک فرد در بیزینس میتونه خوشحال کنه، یعنی انگیزه داشته باشه. یکی از آیتماش درآمدی. یکی از آیتمایی که این تیکه رو میخوام بگم که بسیار مهمه، امیده. وقتی شما در حال توسعه و در حال گسترش دادنی، در واقع میشه گفت امید توی تیمت همیشه داره بیشتر میشه. و ما سعی میکنیم با نظرسنجی‌هایی که داریم، با تارگتایی که میذاریم بچه‌ها بهش میرسن، اینها انگیزه بچه‌ها رو همیشه نگه داریم و ببریم بالاتر. درست. چجوری انگیزه و روحیه‌تون رو توی مسیر چالشاتون حفظ میکنید؟ نگاه کنیم، من اگه برگردم به خودم، من یه ذهن مثبتی دارم. من همیشه میگم برای به دست آوردن یا رسیدن به یک هدف باید ذهن مثبتی داشته باشی. 1 2 به هر حال نترس باشی. نترس بودن یکی از عامل اصلی موفقیت. درسته. پس هیچ وقت نترسیدین؟ هیچ موقع. البته یکی از دلایل نترس بودنم، بعضی موقع دیدید پشتت گرمه. من یه تیم خیلی قوی دارم که پشتم به اونها خیلی گرمه. این باعث شده که من نترسم، ریسک کنم، بجنگم. مثل یه لشکر که میره برای جنگیدن با یک لشکر دیگه. وقتی به هر حال لشکرت قویه، کمتر میترسی و راحت‌تر ریسک میکنی. خب شما اصالتاً جنوبی هستید، درسته؟ من خیلی شنیدم که جینوست از همشهریای خودش توی شعب خودش خیلی استفاده میکنن، درسته؟ بله. خب یه توضیح راجع به این قضیه میدین؟ والا این برمیگرده به فرهنگی که ماها داریم. فرهنگ جنوبی‌ها که مخصوصاً قسمت لارستان خیلی این کار انجام میدن، فرهنگ اتحادی دارن، فرهنگ حمایتی دارن. یه جورهایی شاید نیرو از یک منطقه بیاری توی یک شهر بزرگتر، بحث فضا، غذا، امکاناتهای رفت آمدی هزینه‌اش بالاست، ولی ما این کار رو دلی انجام میدیم و به هر حال قبلا 100% نیروهامون جنوبی بودن، الان تقریبا میشه گفت 20% نیروهامون جنوبی هستن. دیگه اونقدر جمعیت نداره که من از اون بر نیروهای جنوبی بیارم. یه نکته برای بچهای جنوبی بگم، یکی از آیتم هایی که خیلی مهمه و ما از این بچه‌ها استفاده می‌کردیم، 2 تا آیتم بزرگ دارن. یکی خیلی پرتلاشن، خیلی صادقن. دومیش این 2 تا زمانی که مجموعه کوچیکه شما به این 2 تا عامل خیلی نیاز داری. زمانی که مجموعه بزرگ میشه به نیروهای متخصص نیاز داری. الان تو مجموعه آواکتان نیروهای متخصص زیادی استخدام شدن و در کنارش ما داریم روی بحث وفاداری اینها داریم کار میکنیم. نیروهای جنوبی یه آیتم دیگه هم دارن، خیلی وفادارن. بسیار عالی، واقعا همینطوره. خب حالا یه موضوعی، چه کمپین تبلیغاتی اخیراً واسه بیزنستون خیلی موفقیت آمیز بوده؟ من راجع به جینوست و کمپین تبلیغاتیش بگم، شاید خیلی ها فکر کنن که ما خیلی داریم کارهای تبلیغاتی بزرگ انجام میدیم، ولی یه استراتژی جینوست داره که فکر کنم این استراتژی زارا هم تو همین مسیر داره حرکت میکنه. بزرگترین تبلیغ برای جینوست شعبه زدنه. یعنی شما زمانی که در دسترس قرار میگیری، زمانی که به هر حال تو لوکیشن های خاص قرار میگیری و دیده میشی، بزرگترین تبلیغه. و در کنارش خب ما یه سری چاشنی های پروموشنی داریم که همیشه در حال پروموشن های متفاوتیم
و SMS مارکتینگ یکی از آیتم‌های جذاب برند جینوست. خب بریم سراغ یکی از چالشی ترین سوال‌ها. اگر که مایل بودین جواب بدین، چرا انقدر جینوست گرونه؟ والا این نظر شماست، ولی از دید من خیلی قیمتش مناسبه. جینوست برندیه که حالا اگه من امروز با برندهای دیگه مقایسه کنم، چون برندهای خارجی تو ایران نیستن، یه خورده مقایسه کردن خیلی سخت میشه و قیمت ما با بقیه برندها مقایسه میشه. در کل برند جینوست قیمتش مناسبه و اگه شما توی فروشگاه برین همیشه با پروموشن ها حداقل 50% تخفیف داره و قیمتش بسیار رقابتی و مناسبه. بسیار عالی، ممنونم از توضیحاتتون. خب شما به کسی که بخواد از ایران خارج بشه، به یه جوانی که بخواد از ایران خارج بشه، اگه بخواین نگهش دارین توی خاک خودش، بهش چی میگی؟ من که اعتقاد دارم کسایی که میرن از اینجا اگه برای تحصیل میرن میتونه آیتم خوبی باشه، ولی اگه برای بیزینس میخوام برن، بهترین جا برای بیزینس کردن همین کشور خودمونه. درست. چون من یه بحث وفق پذیری رو گفتم، مجموعه آواکتان خیلی وفق پذیره. تحریم بشه داره کارشو میکنه، درا باز میشه داره کار خوده، هر دولتی بیاد کار خودشو داره انجام میده. چون ما با شرایط باید خودمون رو وفق بدیم. یه جمله من همیشه خودم دارم، میگم فرصتی که توی بحران هست تو خود فرصت نیست. این جمله شده تو سازمان ما سرلوحه یا تو ذهن همه رفته و همه دارن نسبت به این حرکت میکنن. درسته. الهام بخش‌ترین فرد زندگیتون چه کسیه؟ والا خب دور برم خب کسایی هستن که خیلی موفقن. من از فامیلای خودم، پسرعموهای خودم خیلی الهام گرفتم و در کنارش سعی کردم که شرکت‌های بزرگ دنیا رو تارگت کنم و از این شرکت‌ها، از مدیرانشون، از رهبران کسب و کار الهامای خوبی بگیرم. توی مسیر زندگیتون کتاب یا فیلم هم نگاه میکنید، میخونید؟ نگاه کنید، من حقیقتش همیشه در حال آموزشم، یعنی سعی میکنم هر روز به روز باشم. از دید من یادگیری از چند طریق اتفاق میفته. یکی کتاب خوندنه، یکی کلاس رفتنه، یکی تجربه توی کاره که شما هر روز داری یاد میگیری از کار خودت. یه موضوعی که بسیار مهمه بحث سفر کردنه. به هر حال بزرگترین دانشگاه از دید من سفر کردنه، دیدنه و به اضافه این که به هر حال شما متوسط 5 نفری هستی که بیشترین ارتباط رو داری و در کنار شما زمانی چیزی که یاد میگیری یاد میدی و به هر حال هم میتونه ملکه ذهنت بشه و هم به هر حال میشه گفت که بخشندگی فقط مالی نیست. شما زمانی که هر چیزی یاد میگیری و اینو ارائه بدی به دیگران، یعنی یک بخشندگی به تمام عیاری و در واقع میتونه اتفاقات خوبی در آینده برای شما بیفته. و اینکه من کتاب و فیلم شاید کمتر استفاده کنم، ولی همیشه سر کلاسم. آدمای دورم هر روز در حال قوی تر شدن و به اضافه سفرهایی که انواع اقسام سفرهایی از جنس آموزشی همیشه دارم. بسیار عالی. بهترین درسی که توی سفراتون گرفتین چی بوده؟ بهترین درسی که تو سفر گرفتم از چه منظره؟ توی منظره کارتون. نگاه کن، بهترین درسی که من از سفرها میگیرم الهام گرفتن از اون بیزینسی که توی یک کشوری هست، از مردم اون کشور، از سنت‌های اون مردم، از روابطی که شما میتونی ایجاد کنی. ما سعی کردیم الهام بگیریم از کشورهای مختلف، برندهای مختلف و بیایم ایرانیزش کنیم و تو کار خودمون ازش استفاده کنیم. یه سوال یکم چالشی میخوام بپرسم، اینکه چجوری بین زندگی شخصی و کارتون تعادل ایجاد میکنید؟ یه آیتمی هست به اسم مدیریت بر خود. من همیشه اعتقاد دارم کسی میتونه مدیر و رهبر خیلی خوبی باشه
برای دیگران یا برای سازمانش که اول بتونه خودش رو مدیریت کنه. میگن که شما اگه اول خودتو دوست نداشته باشی نمیتونی ادعا کنی من عاشق یک نفرم. اول باید عاشق خودت باشی، اول خودتو دوست داشته باشی. این موضوع من 7 سال پیش بهش رسیدم. شاید من تا 7 سال پیش فقط درگیر کار کردن بودم، نه خانواده رو خیلی کر میکردم، نه به سلامتی خودم میرسیدم، نه دوستامو به اون صورت میتونستم در کنارشون باشم و نه میتونستم رو خودم کار کنم برای آموزش. امروز موفقیت فقط موفقیت در کار نیست. شما باید توی زندگی خانوادگیت موفق باشی، توی سلامتیت که از دید من سلامتی جسم، ذهن و روحه که هر سه باید درمان بشه و در کنارش هر روز خودتو بروز کنی. و موضوع بعدی کار و موفقیتی که در کار به وجود میاری و در کنار زندگی به هر حال شما فقط متعلق تنها به خانواده نیستی، متعلق به جامعه‌ای، متعلق به دوستانتی. همه اینا رو باید بتونی قشنگ مدیریت کنی. من به جمله رسیدم به اسم مدیریت بر خود. من سعی کردم تو این 7 سال تا بتونم خودم رو مدیریت کنم که به همه قسمت‌های زندگیم بتونم برسم و موفق باشم براش. در واقع میشه گفت که یک کارنامه‌ایه که شما میری سر کلاس، درس ریاضی، درس فارسی، درس علوم و بقیه درس‌ها باید معدل قبولی باشه. شاید من امروز تو کار که میتونه اون درس ریاضی باشه قوی‌تر و موفق‌تر باشم، مشکلی نداره، ولی بقیه درسات هم باید نمره قبولی بگیره. من سعی کردم اینو تا جایی که میتونه درست اجراش کنم. چند ساعت در روز کار میکنید؟ والا من اگه بگم که 24 ساعته کار میکنم، چون ما شبام که خوابیدیم داریم به کارمون فکر میکنیم. چون کار شده جزئی از لذت‌های زندگی من و هیچ موقع من فکر نمی‌کنم که درگیر کار نباشم. یعنی همین الانی که من دارم با شما صحبت میکنم، من با خانواده اومدم سفر در واقع تاریخی تفریحی برای بچه‌ها گذاشتیم که دیروز هم از مجموعه تخت جمشید و بقیه نقش رستم و مقبره کوروش بازدید کردیم. یه روز قبل ما یه روز با عشایرا زندگی میکردیم، یعنی دوست داشتم بچه‌هام این فرهنگ قدیم و سنت‌های قدیمی رو که به هر حال چون تهران به دنیا اومدن سعی کردیم اینا رو درگیرش باشن و ببینن. چون من خودم مال یه محیط کوچیک بودم، همه اینها رو توی بچگی دیدم و بهش میگن ذهن طبیعت گردی رو داریم سعی میکنیم تو بچه‌ها بیشتر کنیم. در واقع الان ما اومدیم در کنار خانواده باشیم ولی اینجاییم داریم. پس باعث افتخار ماست شما اینجا هستید. مرسی، متشکرم. آیا خانواده‌تون توی تصمیمات مهم زندگی شما نقشی داشتن توی مسیر کسب و کارتون؟ نگاه کنید، اگه تو بحث بیزینس بگی نه، ولی من اومدم همه توی سازمانم اومدم تقسیم بندی کردم و توی خانواده‌ام مسیر خودش داره میره. بله، تو تصمیم با بچه‌ها، حرکت‌های آینده، همه اینها تصمیم گیرن، ولی ما کار و خانواده از هم جدا کردیم. پدر مهربونی هستید یا نه؟ هم مهربونم هم سختگیرم. سختگیر در چه حد؟ خب بچه‌ها هم منو با من راحتن و هم یه جاهایی از من میترسن، حس میکنم. خب فکر میکنید این ترسی که ایجاد شده مفیده یا؟ سعی کردم این بالانس رو نگه دارم. اینه که خیلی راحت باشی با بچه‌ت، شاید از یه ور بوم بیفتی، ولی اینکه این تعادله، بحث اون سختگیری و اون کرکتره و به اضافه این راحت بودن و رفیق بودن، همه اینا باید با هم باشه. چون بچه‌هام خیلی باهوشن الان، قشنگ سوء استفاده میکنن. خب به نظرتون بچه‌هاتون دوست دارن که توی مسیر کاری شما در آینده قدم بذارن یا اینکه نه؟ خب صحبتی که میکنن خیلی دوست دارن، ولی اینکه در آینده، چون سرنوشت هر کسی، مسیر هر کسی به هر حال همون جوری که خودم معلم بودم، مسیرم از یک جای دیگه اتفاق افتاد، احتمال داره برای بچه‌هام هم اتفاق بیفته. چون من پدر خودم هم یه تاجر بود ولی تو حوزه مواد غذایی بود. من هیچ موقع تو مسیرشون نرفتم، شاید ایشون هم نخواسته من برم. همه اینها برمیگرده یکی سرنوشت، یکی مسیری که شما میدی و از دید من
شاید این توانایی داشته باشم که بتونم بچه‌ها رو تو این مسیر قرار بدم، چون تنوع بیزینس ما زیاده. درسته. خانمتون از جینوست هم خرید میکنه؟ خب قطعاً تعصبی که بچه‌های من خانم من از جینوست داره و فکر کنم خود من ندارم. بسیار عالی. چه چیزی خانم شما رو خوشحال میکنه؟ والا خانم‌ها رو نمیشه تشخیص داد، یعنی سخت‌ترین قسمتی که شاید برای یک بیزنسمن همون قسمت خانواده باید باشه، ولی در کل من تلاش‌های خودم رو کردم. به هر حال ببخشید شما هم خانومین، خب راضی کردن خانم‌ها کار بسیار سختیه، ولی باید اینو از خودشون بپرسیم، چون من خودم شخصا میگم راضیم. ولی خب قطعاً کم و کاستی تو زندگی، توی بیزینس همه جا وجود داره، ولی بحث اون نمره قبولی است که فکر کنم داشته باشم. درسته، بسیار عالی. خب یکم از تفریحاتتون واسه ما بگین. چه کارایی به غیر از کار انجام میدین؟ والا خیلی خصوصیش کردیم. والا تفریح من شاید حالا اینا خیلی به عنوان شعار میگن بهترین تفریح، جمله حضرت علیه، میگه بزرگترین تفریح کار کردنه. من فکر کنم این درون من به وجود اومده، یعنی لذتی که من از کار کردن یا توسعه دادن میبرم، من حس میکنم دارم تفریح میکنم. شاید تفریح من آموزش دیدنه، تفریح من توسعه دادنه، تفریح من به هر حال در کنار خانواده و دوستان بودنه. آیا به ورزش خاصی علاقه دارید؟ دنبال میکنید؟ خب من فوتبال بازی میکردم همیشه. البته این تیکم بگم 2 مسیر بود، یا میتونستم فوتبال ادامه بدم یا اینکه بیام به هر حال درگیر کار بشم، که کار رو انتخاب کردم. فوتبال رو خیلی دوست دارم، تا حتی چند سال پیش رباط من پاره شد و 2 بار زانوم عمل کردم، ولی همچنان دوست دارم و دوست دارم زودتر پام خوب بشه دوباره بازی کنم. استقلال یا پرسپولیس؟ من استقلالیم. استقلال. ولی تمام دوستان پرسپولیسی هست. یعنی دوستایی که بازیکنای قدیمی پرسپولیس مثل آیه حمیدخان استیلی، افشین خان پیروانی، رضا شارودی و حسین ماینی، اینا همه دوستای صمیمی خودمن که خیلی هم دوستشون دارم، ولی در کل استقلالی. ولی خب استقلالی هستین. پرچم استقلالیا بالاست. جناب مهندس، بزرگترین آرزوتون چیه؟ والا بزرگترین آرزوی هر ایرانیه که بتونه یه خدمت رسانی یا یه آثار قوی توی کشورش به جا بذاره، چون از دید من ته موفقیت به معنا رسیدنه، یعنی خدمت کردنه. انشالله که بتونم خدمتگزار قوی باشم. همینطور بوده. بزرگترین دغدغه‌تون چیه؟ والا دغدغه نیست، ولی بهش خیلی فکر میکنم، اینه که چجوری بتونم موفق بشم نسل بعدی رو با خودم همراه کنم. چه عاملی رو کلید موفقیت توی حرفتون میدونید؟ البته میگم موضوعات زیادی هست که باعث موفقیت شده. اگه بگم یکی وفق پذیریه، یکی منابع انسانیه، یکی تنوعی که ما ایجاد کردیم و در کنارش به هر حال انواع اقسام آیتما مثل نترس بودن، ذهن مثبت، بروز بودن، همه اینها تاثیرگذاره. خب من الان میخوام یه سوال ازتون بپرسم که فکر میکنم واسه خیلیا میتونه مسیر راهشون رو عوض کنه. توصیه‌تون به افرادی که دارن با حقوق اداره کار فعالیت میکنن، حالا چه توی کافه چه هر جای دیگه‌ای، بخواید بهشون یه جمله بگین چی میگید؟ نگاه کنید، همین مسیر رو من خودم رفتم. من تو زندگی خودم هیچ موقع دنبال پول نبودم، همیشه دنبال موفقیت بودم. و یه جمله است میگه نرو دنبال پول، بذار پول بیاد دنبالت، برو دنبال موفقیت. و از دید من اون کسی که داره توی کافه کار میکنه، توی فروشگاه پوشاکی داره کار میکنه، مثل منی که روزی اولی که رفتم تیگ و جارو میزدم، چیدمان میکردم و میفروختم، همین حالت رو داره. و امروز میتونه ایشون بره مرحله بعد معاون فروشگاه بشه، مدیر فروشگاه بشه، اریا منیجر بشه، بره مدیر بزرگتر بشه. توصیه‌ام اینه که فقط به موفقیت فکر کنه، فقط رو خودش کار کنه، درون
درون خودش رو بسازه، یعنی به یه خودباوری برسه که میتونه خیلی کارها رو انجام بده. خواستن توانستن. 100%. مرسی، متشکرم. مرسی از شما، مرسی از همگی. سلامت باشین. تشکر. خیلی زحمت کشیدید.